بابای امان‌الله 85 ساله است. او نیز می‌خواهد در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهم گذارد. پیرمرد به سن و سال خود نگاه نکرده در زمین نزد حولیگیش زیاده از 1000 گل‌های رنگارنگ و درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن پرورش دارد. تصمیم گرفته است که کوچه و خیابان‌های محلی زیستش را آباد و زیبا گرداند. سه نوع گل هست. گل پرزیدنت هست. بریدم مخواست گل کسیده. گل صدبار های 3-4 نمود. ناس باشه آینده هم پیش مستقل یا رفته هم روای کلام میمونه آمده روابط میشنونم هم رو دیده یا حواس میکنم تماشا میکنم که همه خیلی همه مردک ما قریب 85 رفتم 85 ساله هم لیمون قریب 23 تا بردم میشونم که تا سنتبر هر یک تاش قریب 4-5 کیلو لیمون میگیریم لیمون سورتش میره که از استور آوردی همه خوشرایی که همه وقت پختم همه سوست خود تلو باره میشه من انجیر سیاه هست یک قریب 40 تا 50 تا انجرای کلان از خود طرف قرون آورده من انجرای کبود های و کلانه که اگر قاق کنید و همه خوشرم میاد خود غلوه بیگدانه بار خود همه خل قاق میشه. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی به نام جورالرحمن فی شهر ترسونزاده بیش از 30 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز مرکزهای دوزندگی، بنگاه طبی، پل ماشینگذار، گرمخانه و میدانچه‌های ورزشی از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار محلی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این حال ساختمان مرکزی سلامتی دهوی در دهه پخت شرکت متشکلانه جریان دارد. بنای این مرکز که ساختمانش از دوره‌های اتحاد شوروی باقی مانده است به طلبات جوابگو نیست. از این خاطر صاحبکاران محلی تصمیم گرفتند که یک بنای زمانوی ساخته به استفاده دهند. ما با همون 20 سال پیش برای استفاده بردن هم چند حجره دادگی بود. ما 20 سال شد همین بینایی باغچه بچگانه دا کار کرد سادگی بودیم. من با تشبوسی همون یک صاحبکار یک بینایی نو مرکز سلامتی ساختنش سر کردن. 5 دقیقه خدمت میکنیم از 9000 زیاد اهالی به ما حرکت میکنیم که بعد ساخته شدن همین مرکز سلامتی اینجا با نقصتر خلق خدمت کنیم. باید گفت که سهم صاحبکاران در بنیاد انشاءات دارای تعیینات گوناگون نظررس ارزیابی می شود. سعی و تلاش به خرج می‌دهند که جشن‌های ملی کشور را با دستاوردهای نظررس استقبال گیرند. گزارش خورشید علیموف صاحب نور عبدالرسولov از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.